دیگر نشانه قیامت پیغمبر خدا چی گفتند عرق آشکار می شود. در زمانهای پیغمبر خدا عرق نوش یافت نمی شد. بعد آن آیت انما الخمر برآمد. عرق حرام است، پلید است. عرق نوش وارد دوزخ می گردد. وقتی این آیت که آمد دیگر عرق نوش در مکه و در مدینه و در اطراف آن دولت‌هایی که رسول اکرم در آن دولت‌ها زندگی می‌کرد دیگر باقی نمانده بود. گفتن عرق نوشی آشکارا می‌شود. امروز عرق نوشی آشکارا شده است. در معرکه‌های مردم مسلمان ما و شما، علل خصوص در همین جمعیتی که نماز می‌خوانید، علل خصوص بعضی از حاجیان ما و شما، حاجی است، در معرکش به مردم عرق می‌دهد. حالان که رسول اکرم میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یشرب علیه الخمر. اگر تو ایمانی بر خدا داری، ایمانی بر پیغمبر داری، در دسترخوانی که عرق گذاشته شده باشد در اطراف او دور نزن، ننشین. اون جای تو ای مردم مسلمان نیست. عرق نوش ها را حالشون نبینید. کدام عرق نوش امروز تن صحت دارد؟ کدام عرق نوش امروز قدر قیمت دارد؟ خداوند اینا بیهوده حرام نگردانی. وقتی مراجعت میکنی ای برادر حرام است، گناهگار میشوی، میگوید نمیشود، فرزندان نمیگذارند، یا اینکه علاج ندارد. نه، علاج دارد، مگر ایمان تو ضعیف است، مگر خودی تو ایمان کامل نداری، مگر خودی تو غیرت اسلامی نداری، از این خاطر نمیشود، علاج ندارد. رسول الله گفتن عرق نوشی آشکارا می شود. امروز در اکثر همون جوانایی که در خانه بگیم شکف داریم یا شفنیر داریم، در اکثرش برای زیبایی باز عرق ها هم گذاشته شده است. شما فراموش نکنید پیغمبر خدا میگوید در کدام خانه ای که می وجود داشته باشد در اون خانه ملائکه رحمت داخل نمی شود. اونا را دور پرتاییم. باز یک برادر سوال کرده است اگر از خانه گرفته او را برده فروشیم و پولی او را استفاده کنیم و جایز است. رسول اکرم میگوید اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. اینا مسلم ترمذی روایت کردن. هر چیزی را که خدا حرام گفته است پولی و هم حرام است. عرق زیاد میشود گفتن پیغمبر، زنا آشکارا میشود گفتن رسول اکرم.